سلام، من میترا هستم. آیا تا بار به نقش عادت‌ها تو زندگیتون توجه کردید؟ اینکه عادت‌ها چی هستن؟ چگونه شکل میگیرن؟ چگونه میتوان عادت‌های خوب و مثبت شکل داد و عادت‌های بد و منفی رو کنار گذاشت؟ من خودم عادت‌هایی داشتم که دوستشون نداشتم و تغییر دادن اونها آسون نبود. برای همین به نقش عادت‌ها تو زندگی علاقه‌مند شدم و دوست دارم اینجا تجربیاتمو با شما به اشتراک بگذارم و امیدوارم شما بتونید عادت‌های خوبی رو شکل بدید و هر روز از تکرار اون لذت ببرید. ما در زندگی رو پیشرفت کارمون، بهبود زندگی مالیمون، بهتر کردن وضع جسمی و روحیمون خیلی فکر میکنیم تا به نقش عادت‌ها تو زندگیمون. ما بر اساس سیستم عادتیمون زندگی میکنیم. انسان موجود عادت هاست. عادت ها نزدیک 40 تا 90% رفتارهای ما رو شکل میدن. چگونه رانندگی میکنیم، چگونه سر کار میریم، چه فروشگاهی میریم، چه ورزشی علاقه داریم. عادت ها پاسخهای تکراری و راه حل های تکراری به مسائل روزانه زندگیمون هستن. کار روزانه زندگی استرس میاره و ما بر اساس عاداتی که داریم به استرسمون پاسخ میدیم. برای مثل عصرها یا مستقیم میرن فست فود رستوران، بار، سیگار میکشن یا میان خونه تلویزیون نگاه میکنن، نتفلیکس نگاه میکنن، به سوشال میدیا سر میزنن، اخبار گوش میدن، ورزش میکنن، یوگا تمرین میکنن، به موسیقی گوش میدن، باغبونی میکنن، آشپزی میکنن. بعضیا به استرسشون مثبت پاسخ میدن و از اون وسیله میسازن که زندگی بهتری داشته باشن و عده به همون کار همیشگی و سرگرمی همیشگی میپردازن. عادت‌ها به شدت تحت تاثیر محیطی که ما در اون زندگی میکنیم قرار دارن. مثل عادت‌ها رو در دوران کودکی یاد میگیریم، مثل بند کفش بستن، مسواک زدن و اونها رو بعدها به شکل خود به خودی انجام میدیم. مثل عادت‌ها رو از پدر مادر و اقواممون یاد میگیریم. مثل عادت‌ها در دوران خاصی از زندگیمون شکل میگیرن. جوونا عادت‌هایی که دوستان نزدیکشون دارن رو به راحتی تقلید میکنن و انجامش میدن، مثل سیگار کشیدن، نوع تفریحی که دارن، نوع تیمی که توش هستن. مثل عادت‌ها هست که ما اونا رو کول و باحال میدونیم، مادرن میدونیم، اوکی میدونیم و اونا رو تقلید میکنیم، مثل ورزش‌های ایروبیک انجام دادن، فست فود خوردن، مدیتیت کردن. عادت‌ها پیوندهای اجتماعی و عاطفی هم به وجود میارن. اونایی که عادت‌های مشترک دارن در کلاب‌ها، تیم‌ها و جاهای مختلف دور هم جمع میشن، عادتشون رو تمرین میکنن، بازی میکنن و دور هم بودن لذت میبرن. یک عادت در کنار مجموعه عادت‌های دیگه کار میکنه و اون برای فرد شخصیت میسازه. شخصیت عادت رو تقویت میکنه و اینها متقابلا روی هم اثر میذارن. برای همین تغییر عادت آسون نیستش. یه سری عادت‌ها هستن بر اساس اهدافی که در زندگی داریم شکل میگیرن. عادت‌های جدید راه رسیدن به اون هدف مشخص روشن، مانند گرفتن جواب معدل خوب تو دانشگاه، نوشتن یک کتاب آسان و امکان پذیر میسازن. برای مثال اگه شما هدف دارید که میخواد وزن کم بکنید، باید عادت‌های شکل بدید که این مسیر رو برای شما امکان پذیر بکنه انجامش رو، یا و همینطور انجام ندادن عادت‌هایی که متوقف کردن اونها که مانع راه شما هستن. تغییر فروشگاهی که از اون خرید میکنید، نوع رستورانی که میرید، نوع غذایی که اوردر میدید، تغییر سایز لباستون، افزایش زمان ورزشتون، شکل دادن علایق و روابطی که این مسیر رو رسیدن و بودن در این مسیر رو برای شما آسان‌تر، امکان پذیرتر، دلپذیرتر بکنه و بتونید موفقیت خودتون رو ثبت کنید. صحبت با کسایی که میتونید احساستون و تلاشاتون و چالش‌هاتون رو در میان بذارید و حمایت احساسی و فکری بگیرید. انجام یوگا، مدیتیت کردن که بتونه احساستون رو بهتر بشناسید و استرستون رو بتونید بهش فائق بیاید. استفاده از اپ‌هایی که روزانه بتونید پیشرفت خودتون رو ثبت بکنید. یک ویژگی که عادت‌ها دارن اینه که نفع و ضررشون به شکل تصاعدی بالا میره. یعنی اگر شما عادت خوبی دارید مثل راه رفتن، دویدن، اثر تصاعدی مثبت داره. یعنی با گذشت زمان شما انرژیتون بیشتر میشه، تواناییتون بیشتر میشه، خوابتون بهتر میشه و تصور میکنید در 5 سال آینده چقدر سلامت‌تر خواهید بود.
و این به شما انرژی و توانایی میده که امروز مصممتر در این راه پیش برید. اما یه عادت بد و مضر مانند نوشیدن و مصرف الکل برای رفع و سریع استرس، فراموش کردن استرس، اثر تصاعدی منفی داره. فرد با گذشت زمان احتیاج داره که الکل بیشتری مصرف بکنه و در نتیجه اثرات منفی اجتماعی، روحی، روانی و جسمی اون بیشتر میشه. پس اگر شما عادت خوبی دارید، زمان دوست و همراه شماست. اگه عادت بدی دارید، زمان دوست و همراه شما نیستش. برای تغییر یک عادتی که دوست ندارید، قدیمی، مضره، شما اول از همه باید خواهان شکل یک عادت جدید باشید و این نیاز رو داشته باشید. دوم، اون عادت قدیم رو دوست ندارید، میخواید متوقفش کنید. سوم، شما هدف دارید و تنها راه رسیدن به هدفتون شکلی عادت جدیده. چهارم، شما برای رسیدن به هدفتون جای انتخاب بین عادت قدیم و جدید ندارید. شما فقط عادت جدید خودتون رو دنبال میکنید. برای مثال، شما میخواید از راه برید، بدوید 45 دقیقه، روزهای یک شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، هرچی این جزئیات مشخص‌تر باشه، شما براتون انجامش آسان‌تر و امکان پذیرتره. دو، شما عادت قدیمیتون اینه که میشینید، از راه استراحت میکنید و اوقات خوش دارید. سه، هدف دارید، هدف سلامتیتونه، کلسترولتون بالاست، وزنتون بالاست، تمرکز حواس ندارید سر کار. چهار، عصر روز یک شنبه است و باید بدوید یا راه برید و شما همین کار رو فقط انجام میدید، چرا که تنها این کار، این انتخاب، این عادت هستش که شما رو به هدفتون میرسونه. میتونید شکل‌گیری یک عادت جدید رو قدم به قدم پیش ببرید. من خودم اولش 6 ساعت میرفتم پارک، 15 دقیقه راه میرفتم، 35 دقیقه کنار دریاچه میشستم، موسیقی گوش میدادم و حال میکردم و کم کم بیشتر راه میرفتم و راه رفتنم کم کم تندتر و تندتر شد. معمولا این دوره حدود 3-4 ماه طول میکشه که یه عادت شکل بگیره و فقط شکل یک عادت جدید نیست، بلکه انتخاب یک شیوه جدید زندگی، یک لایف استایل جدیده و در اینجاست که اون ورژن قدیمی شما، عادت قدیمی شما که محافظه کاره میخواد اون شکل قدیم زندگی رو ادامه بده، مانع اون ورژن جدید شماست که میخواد هدف داره و هوشمنده و این ورژن شما آگاهانه میخواد اون ورژن قدیم رو پشت سر بگذاره به آرامی. و در اینجاست که قدرت اراده و کنترل شخصی به شما کمک میکنه که در این مسیر قدم بردارید. قدرت اراده یا ویل پاور ساخته میشه، یه تواناییه و با تمرین بهتر میشه. همونطور که یک دونده با دویدن بدنش، پاهاش و ششهاش رو قوی میکنه، ارادهش رو هم قوی تر میکنه. اراده روی دویدن تأثیر میذاره و اینا تأثیر متقابل روی هم دارن و کم کم دویدن رو آسان‌تر، درونی‌تر و لذت بخش‌تر میکنه. و کنترل شخصی به فرد کمک میکنه اون جایی که باید بشینه و اون جایی که باید حرکت بکنه، حرکت کردن و دویدن و روی هدف موندن رو انتخاب میکنه و متمرکز میمونه. و دانشجویی که امتحان داره، کنترل شخصی بهش کمک میکنه که به سوشال میدیا سر نزنه و در واقع اون مسئولیتی که داره نسبت به اون هدفی که داره، اون براش درجه اول اهمیت رو داره. این طبیعیه برای انسان که بخواد راحت باشه و عادت‌ها چون خود به خودی انجام میشن، برای مغز آسان هستش و وقتی اون رو انجام میدیم، مغز دوپامین تولید میکنه و ما احساس خوبی داریم. و باز این طبیعت انسانه که از شکلی و عادت جدید بخواد بپرهیزه، برای اینکه سخته، دشواره، درد داره. و باز هم این طبیعت انسانه که برای بقاش بخواد تلاش بکنه. انسان موجود هدفداریه و برای رسیدن به اون ایدئالش و زندگی خوبی که مد نظرش هستش، بر رنج‌ها و با رنج‌ها، دردها، استرس‌ها می جنگه.
به نظر دشوار میاد که در تله احساسهای خوب موقتی و پاداشهای آرام بخش نیفتیم. اما خودآگاهی، کنترل شخصی، قدرت اراده، هدفدار بودن و همدرد بودن با خود این رو امکان پذیر میسازه. شما میتونید رو ارادتون، قدرت ارادتون و کنترل شخصیتون حساب بکنید وقتی که هدفی رو دنبال میکنید، چرا که اون به شما این قدرت رو میده که در این راه قدم بردارید و به نتیجه برسید. وقتی عادت خوبی رو شکل دادید دیگه اون رو تکرار میکنید، خود به خودی مغزتون هم دیگه خودش دوپامین تولید میکنه و شما احساس خوبی دارید که سزاوارش هستید. مرسی که به این ویدیو گوش دادید. من در زیر ویدیو اسم 2 کتابو میارم که تاثیر مثبت و سازنده‌ای روی من داشتن و از اون منابع توی ویدیو هم استفاده کردم. موفق باشید. بای.